سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از ایران زنگ میزنم. اسمتون؟ مسعود. آقای مسعود از میخواستم با استاد صحبت کنم. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید استاد. سلامت بشید. من میخواستم فقط از شما تشکر کنم بابت این برنامه‌های خوبتون. شما شبکه‌های توحیدی بسیار بسیار ما از شما متشکریم. سلامت. 50 سال ما رو در بیخردی، بیسوادی، بیدینی یا آخوندا نگه داشت. شما خداوند به شما خیر برکت بده که ما راهنمایی کردیم و میخواستم از شما تقاضا کنم که برنامه هاتون رو باید ادامه بدید انشاءالله. و اگر ادامه ندید در این دنیا و اون دنیا خداوند از شما بازخواست خواهد کرد، چون ما واقعا دین اسلام دین خودمون رو نمیدونستیم و از همه مهمتر این آخوندا و این شیعه های معذرت میخوام اینا ایرانی نیستن، اینایی که میان حرف بد میزنن و توهین میکنن. شما ببینید از روزی که شما شبکه‌های اسلامی و توحیدی روی آنتن اومدید بسیار مردم باادب شدن از لحاظ حرف‌های بد، حرف‌های زشت. اینها خودش بسیار خیر برکت در برای شما دوستان عزیز که استادان محترم. خواهش میکنم این برنامه‌تون ادامه بدید. متشکرم، ممنون. خدا نگهدار. الله متعال ستون کنه. تشکر از شما. تشکر از شما برادر عزیز. انشاءالله شما دعا بکنید، ما التماس دعا داریم از شما و تک تک بینندگان عزیز و مخلص و مؤمنمون. انشاءالله ما هستیم تا یک قطره خون در بدن داریم. این تصمیم رو گرفتیم که انشاءالله 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 این شرک و کفر و بدعت و ضلالت و گمراهی که هست رو انشاءالله ریشه کن بکنیم. در این راه اگر که خون ما هم ریخته بشه ابایی نداریم. ما از روزی که این کار رو شروع کردیم آماده‌ایم برای همه چیز، حتی حاضریم که مالمون، خونمون، فرزندانمون رو در این راه قربان بکنیم، چون اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شخص خود پیامبر بزرگوار اسلام در راه دین در همین غزوه احد ببینید 72 نفر از بهترین اصحاب پیامبر به شهادت میرسن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زخمی میشن، خون از رخسار مبارکشون جاری میشه. به خاطر چی؟ به خاطر دنیا؟ به خاطر قصرهای دنیا؟ به خاطر حکومت؟ نه خیر، به خاطر همین که کلمه لا اله الا الله به گوش جهانیان برسه. و ما هم انشاءالله همگام با نبی رحمت صلی الله علیه و آله و سلم این راه رو ادامه خواهیم داد.